یک بعد دیگه برای خودش داشت. خیلی ما روزگار خوله اماکی تاقا اومدم این چیزورا نخواهی که کدام پدر و مادر من دیدم اکا و دودار هستیم خیلی خواهر داریم دیگه این خیلی چی را ندیدیم بعدم پدرم هم ندیده بود بعد میگفت که برای خودش گلی سه روزه بودم مادرم مرد ای مرا بر دست دویه مرد مرا با شیر بوز آماده کردنه اوه از اقبال بدن بغزاله مرد از اقبال بدن بغزاله مرد موی کلام بلم برای چی شود یه فرزند پدر از درای چی شود ای در کی درای خانه پر نور شود دوستا همه شاد و دشمنات کور شود دوستات همه شاد دشمنات کور شوند افسوس که یاری با وفا گم کردمه و در آب شناورم گذرگم کردمه آبی دهنم ریزد ای تنهایی فرزند پدر لختی جگرگم کردم ای فرزند پدر لختی جگرگم کردم خداوندان مدد فرما مدد کن ما را ارزنده خاکی لحد کن نمیدانم دیگر آیه از قرآن با مدد از قل هو الله احد کن ای عمری تو 200 بود چی 300 چی 1000 زیکونه سرایی برون بلنده ناچار اگر پادشاهی یا گرگدای بازار ای هر دو بیان نخ بود آخری کار هر دو بیان نخ بود آخری کار از این جهانی به بقا خواهی نخواهی میروی از بین خویش و اقربات خواهی نخواهی میروی سود ندارد سیم و زر از راه شیطان کن حذر شاهزاده باشیم اگر خواهی نخواهی میروی
مغرور نباشد دولتت، سوده ندارد سولتت. روزی که آید نوبتت، خواهی نخواهی میروی. بسیار نشو تو کی نگیر، دست یتیمان را بگیر. گر نازلی یا این که پیر، خواهی نخواهی میروی. این پند مولانا شنو، ای پشت ریز هرگز مدو. بایو به دولت یا گدای، خواهی نخواهی میروی. بایو به دولت یا گدا، خواهی نخواهی میروی. ای خاکی وفا تو را شیریستن اوچه، ای نکویی به نام تو نوشتن اوچه. ای خاکی قدمات بدی باید گیرن، ای آنان که طلبگاری بیشتن اوچه. ای آنان که طلبگاری بیشتن اوچه. دنیا به مثال تیر پرتافتنیست، آدم به مثال چیز نایافتنیست. هر چیز که طلب کنی بیابی در جهان، فرزند پدر میوه نیافتنیست. فرزند پدر میوه نیافتنیست. ای در هر ورقی کتاب قرآن صدقه، ای در خاصیت مزار سلطان صدقه. ای کلاب که نگینی ملک خطلان منی، ای در هر مقعدی حضرتی امیر جان صدقه. ای در مقعدی حضرتی امیر جان صدقه. ای آقا ذات خسته من باشه.